وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز هفتم مای سال 2024 با نشر یک خبر ویژه شهروندان را از تقویت چاره‌های امنیتی در فرودگاه‌های بین المللی قزاقستان و شروع تفتیش موشکافانه شهروندان تاجیکستان خبردار کرد. در این اطلاعات چنین گفته می شود در رابطه با تطبیق شوی چاره‌های پرزور امنیتی در فرودگاه‌های بین المللی جمهوری قزاقستان، وزارت کارهای خارجه به شهروندان تاجیکستان توصیه می‌کرد که پیش از سفر به قزاقستان حجت‌های ضروری را با خود داشته باشند. هنگام پرسش و تفتیش‌های کارمندان مقامات سرحدی و گمرکی قزاقستان ضمن وارد شوی به آن کشور، شهروندان تاجیکستان را ضرور است که به سوال‌های مربوط به مقصد سفر، زمان بود و باش، جای استقامت، رابطه‌های خویشاوندی و دوستی داشتن با ساکنان قزاقستان مشخص جواب داده، در صورت لازم بودن سراغ استقامتی و رقم‌های تلفن آنها را برای تماس پیشنهاد نمایند. همچنین در صورت دچار گردیدن به مشکل‌ها به شهروندان تاجیکستان مشورت دادند که به سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان و یا کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر الماتا مراجعت کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تاکید کرده است که میان مقامات دخلدار تاجیکستان و قزاقستان همکاری زیست و سازنده ادامه می‌یابد. بعد آنکه مقامات روسیه برای افراد صاحب دو شهروندی در سفرهای خارجیشان استفاده بردن صرف شناسنامه روسی را حتمی گرداندند، بسیاری از آن زادگان تاجیکستان که شهروندی هم روسیه و هم تاجیکستان را دارند، برای سفرهای خود از روسیه به تاجیکستان و برعکس از فرودگاه‌های قزاقستان همچون نقطه ترانزیتی استفاده می‌برند. چون که قزاقستان عضو EAS بوده، شهروندان روسیه برای سفر از روسیه به آنجا و از آنجا به روسیه نیاز به استفاده شناسنامه خارجی را ندارند. اما سبب دیگر و شدیدتر شدن تفتیش شهروندان تاجیکستان می‌تواند حمله خونین تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در کنار مسکو هم باشد که 145 کشته به جا گذاشت و اکثر متهمانش از جمله همه 4 متهم اساسی از تاجیکستانند. بعد این حمله تروریستی ترکیه از 20 اپریل برای شهروندان تاجیکستان ویزا جاری کرد. همین طور از 22 اپریل در مرزهای روسیه تفتیش موشکافانه شهروندان تاجیکستان سینشان از 15 تا 59 آغاز یافت که باعث برای چندین شبانه روز در خط مرز در ماندن هزاران مهاجران تاجیک و به تاجیکستان اخراج کردن صدها نفر آنها شد. چون این مناسبت نسبت به شهروندان تاجیکستان سبب تنش بی‌سابقه در روابط دیپلماتی بین دوشنبه و مسکو شد.